به نام خدا و با عرض سلام خدمت همه شما دوستا. آرزو میکنم که همتون جور و صحت سلامت باشین. دوستای خوش آمدین به برنامه مهربانی که باز هم رشاد هاشمی در خدمت شما قرار گرفتم با یکی از برنامه‌های مهربانی. قسمی که شما در تصویر دیدین، ما امروز در یکی از قسمت‌های شهر کابل آمدیم که مادر ما پیچ سفید است، در ضمن از که خودش بیوزن است و مشکلات اقتصادی خیلی زیاد داره و در یکی از قسمت‌های شهر کابل که در کوه است زندگی میکنه و مشکلات فراوان اقتصادی خیلی زیاد داره و ما خواستیم که اول از این خانواده داشته باشیم و امو کمکی که از طرف بنیاد خیریه امید حیات که به این خانواده صورت گرفته بود تقدیمشان بکنیم و از روزگار زندگیشون خبر شیم و پرسان بکنیم که چطور میگذره روزگارشون. امیدوارم که تا لحظه اخیر ما را همراهی بکنین و همچنان دوستان نازنین سابسکرایب دکمه زنگوله یادتون نره ما را حمایت بکنین. نظریات، پیشنهادات، انتقاداتتون جهت بهبود برنامه شما ارائه بکنیم. قسمی که شما دوست دارین برنامه را تقدیم شما میکنیم. سلام خدمت شما خاله جان، خوب هستین؟ شکر تو خوب هستی جان. جرمینم دیگه بیخی مستحق هستم دیگه. بیوه هستم، پای میده است. مال اگر رفتم علی آباد که عکس پایم بکنم، پایم زیاد درد داره. 30 سال شده رای پایم جور نمیشم. رفتم مدرس نقصان روشکه به پیسه دوائی میگفتن تاس 5 سال میشه. 3 تا پیدکاری دیگه گیلین تاس گرفتم. راست میگین. ما میایم در رابطه با این اول مادر جان میشه بر ما بگی که خودت چقدر وقت است که شوهرت از استادی و چند اولاد داری خودت؟ خودم دیگه 3 بچه دارم، 3 دختر، دخترای ماریسی کرده، 2 تا بچه هم زن داره، 1 بچه مجرد دارم که ایران است. نو رزماش کرده تا تول پیسه قشبی خلوت نکرد دیگه. بچه که دیگه در شاروالی 7000 ماش او رنگ میگه در قرض میده. تو که قرضدار شد. اینو به مگرم معلومه. بانک ما قرض گرفتم، از مردم ما قرض گرفتم. پیسه که میگیره در قرض تحویل میکنه. پیسه برق، پیسه یا بازی خرج خوراکی که پایتون چی رقم میشه؟ چی رقم سپری میکنین مادر؟ چون ماشه که میگیره، یک ماشه میگیره با قرض و با برق، دیگه ماشه میره ما دکان قرض میاریم با ماشه که پس تحویل میکنه. این تی میکنه. 7000 تا ماشه. ای بچه‌تون که ایران رفته تا بالا تو چیز امرایتون کمکی؟ نه جای تو رفته سین تول دایی نکرد، تول پیسه خودش خلاص نکرد. در ترشیج کار نیست. هر روز کار میکنه، هر روز خواب میکنه میگه. مادر جان شما پیشتر در آغاز بر ما گفتین که پای شما درد میکنه و پیش دکتر رفتین. دکتر بر شما چی گفت؟ دکتر رفتم گفتم من عکس پایم بکنم، این 3 سال شده را یاد دیگه. چیز کم 3 سال. گفت که نه عکس نکن دوا نوشته که. نصر که رفت بردم 5 سال میشم، 5 سال بعد نتونم گرفتش. 3 پیچکاری بود و تا گلی تخت گرفتش نتونستم. بس آمدم. بله دوستان نازنین، کسایی که بیننده هستین واقعا بسیار مشکل است در یک خانواده که مادری خانواده خودش با مریضی که داره و حتی پول 500 افغانی را نداره که تداوی پای خود بکنه. این که ما اگر منیس یک انسان یک کسی که واقعا از دست ما میشه 500 افغانی یا 1000 افغانی به این خانواده، به این مادر که واقعا نیازمند است و ای که پایکایش درد میکنه و نمیتونه که بره دوای پای خود بگیره، چقدر خوب است که ما همراهشون کمک همکاری بکنیم. مادر جان ای که در 500 پای شما جور میشه تا بال بر کس گفتین یا نگفتین؟ کس کتون کمک نکرد؟ نه کمک نکرد. هیچ کمک نکرد. شما در بغل کوک زندگی میکنین، معمولا اگر شما بعد اوقات که یگان سودایی گپا کار شوه خودتون میرین دیگه؟ با خودم قیمی چوب خودم میرم میگیرم میام دیدم قیلک با میگیرم دش میام خودم میرم. از بچه‌تون بگین، این بچه‌تون که فعلا همراه شما زندگی میکنه اونا همراه شما یک یا جدا چی رقم؟ نه گتاسم قمو گتاسم دیگه. من قمو گتاسم دیگه با قرضدار او گرا دیگه با پای من میتونم رسیده که پیسه بدم دوا بگیرم. همین چیزی که در زندگیتون بسیار رنجتان میته و در زندگیتون چی است بسیار که شما را مایوس میسازه در زندگیتون چی است؟ زندگی دیگه خراب است دیگه. اگه تو میگه روزگار همین ناداری و بیچارگی، ناداری ناچاری، روزگار خراب دیگه. این همسایتون که در 4 طرف تانه است از روزگارش ما خبر دارن، امرایتون کمک همکاری میکنن نمیکنن؟ نه بیچاره کلی از او بدتر هستن بیچاره. چی کمک کنه؟ کلی از ما بدتر است بیچاره. چی کمک کنه؟ هیچ کدام اگه تو میگه بیچاره دارا نیستن، کلی در موجب خود گم هستن. هر کس از مایچی خود میبره بیچاره در وقت در این شرایط. این شرایط خراب میچال است. قیمتی کار نی کلی از اون بدتر هستن. اگر کار باشه شما این کارا میکنین دیگه؟
نه کار باشه میکنم، اینم کار میکنم پای میدش تافتیدم کار کردم میرفتم در خانه. چی کار میکردین شما؟ این جاری میکردم، کالاشویی میکردم، یک مریضی بدون توسل میکردم، رفتیم پای میدش. این 3 سال کده را اجتادیم. راست میگین. بیننده عزیز، کسایی که بیننده هستین، واقعا وقتی که کس همراهت کمک همکاری نکنه و یکی مجبور باشی جدا از اینکه خودت مریض باشی و بری در خانه کس کار بکنی و تا که باشه چیزی به خانواده خود، البته آدم به دست میاره، ولی متاسفانه مادر ما که خودش از روزگار بسیار بد به سر میبره و در ضمن از که خودش هم همچنان مریض است. اگر ما هم از وسط توان ما میشه چقدر خوب است که با همچنان تو خانواده که واقعا نیازمند هستند کمک همکاریشان بکنیم و دعای از اینا را بگیریم. و کسایی که بیننده هستین، شما هم بیاین و کوشش بکنین که هم تو خانواده که واقعا نیازمند هستن کوشش بکنین که همراهشان کمک همکاری بکنین. هزار سپاس میکنم از بنیاد خیریه امید حیات که خانواده را کمک همکاری کرده و مواد ارتزاقی کمک کرده و ما مواد ارتزاقی که از طرف بنیاد خیریه امید حیات که مساعدت صورت گرفته به خانواده امید تقدیمشان میکنیم. و در اخیر میشه پیامتان به کسایی که دارا هستند، کسایی که پولدار هستند و کسایی که میتونن یا خانواده را کمک کنه، پیامتان برای از اونها چی است مادر؟ پیام دیگه من چه خارج دیگه خارج رای کنم که رای کنم دیگه جا کسی که دارا نیست کلی ناداره خارج بخش ما کمک کنن دیگه میخوایم. مادر ما از کسایی که در خارج هستن میگن کسایی که در افغانستان است کس همراه ما کمک نمیکنه و کسایی که در خارج هستن اگر بیننده هستن همراه ما کمک میکنن. رای کنن بخش ما ان شاء الله. خدا بزرگ است، خدا بزرگ است. کسایی که بیننده هستن ان شاء الله حتما امرای خودت خود کمک کنه. خدا قیتان خوبی کنه، خدا اجر نصیبتان کنه، خدا قبرتان جمع کردنتان، تشکر از خدمتتان، از آوردنتان، بخیر زحمتتان، بسیار تشکر. خب دوستان نازنین، تشکری می‌طلبم از پیشتان، از پیش کلگی. سلامت باشین، زنده باشین. و ای که دوستان نازنین، وقتی که ما شخصا خودم وقتی که چون در تصویر شما شاید دیده باشین، وقتی که ما اومدم در اینجا هر قدر که بالا میرفتم هیچ نمیرسیدم. آفرین از اینا که آفرین نمی خانواده از یا که میاین در این یک جای زندگی میکنن، واقعا بسیار دشوار است. خوب است که اگر از وسط توان ما میشه ما خانواده را کمک بکنیم. دوستان نازنین، بود برنامه مهربانی این هفته ما که تقدیم شما کردم. تا برنامه که شما در بالای یک تا بسپارم. وقتتون خوش، اوقاتتون خوش، همیشه بیننده برنامه ما باشین، ما را حمایت بکنین تا باشه که برنامه خوب تقدیم شما بکنیم. خدا نگهدار. پیش